خب دوستان عزیز، اینک ما در این صحرا، در این طبیعت بسیار هم دلربا چند لحظه پیش آتش افروختیم به خاطر پختن گوشت بریان و اینک گوشت بریان ما آماده است برای خوردن. خب وقتی اون است که این خوراک را نمیدونیم مولو چیونه لذت دارد، ما با طبق برداریم و خوراک شام را در این فضای زیبا اینه که همراه شما که تماشا کردید حتما خوردگی حساب میشود. خوراک شام را تناول کنیم. نک در بالایش پیاز و کبوتی را میمانیم و میبریم به سوی دسترخوان. منم سرچه